اکنون که عیسی در نزد حاکم رومی می ایستاد، حاکم از او پرسید: مگر تو شاه یهودیان هستی؟ عیسی جواب داد: تو همین طور می گویی. لیکن هنگامی که کاهنان کلان و پیران او را عیبدار می کردند، او هیچ جواب نمی داد. پس پیلاطس با او گفت: مگر نمی شنوی که تو را تا چه اندازه عیبدار می کنند؟ اما وی به هیچ جا که این عیبدار کنی ها هیچ جوابی نداد. این باعث تعجب زیادی پیلاطس گردید. حاکم رومی عادت داشت که هر عید نجات محبوسی را که خلق طلب میکرد آزاد نماید. آن وقت یک محبوس نامداری بود که بارابا نام داشت. اینک هنگامی که مردم جمع آمدند، پیلاطس از آنها پرسید: کی را میخواهید که برایتان آزاد کنم؟ بارابا را یا عیسی را که مسیح مینامند؟ زیرا پیلاطس میدانست که عیسی را از روی حسد به دست او سپاریده بودند. هنگامی که حاکم در کرسی حکمبراری می نشست، همسرش به او چنین خبر فرستاد: بر ضد این آدم بیگناه هیچ کار نکنید، چون که امشب در خوابم به خاطر وی بسیار عذاب کشیدم. در این وقت کاهنان کلان و پیران قوم مردم را راضی کناندند که از پیلاطس آزاد کردن بارابا و به قتل رساندن عیسی را طلب نمایند. حاکم بار دیگر از مردم پرسید: از هر دویشان کی را می خواهید که برایتان آزاد کنم؟ آنها جواب دادند: بارابا را. پیلاطس باز از آنها پرسید: پس با عیسی که او را مسیح می نامند چیکار کنم؟ همه آنها جواب دادند: او را میخکوب کنید. لیکن پیلاطس سوال داده گفت: چرا؟ آخر او چی بدی کرده است؟ مردم باشند باز بلندتر فریاد زدند: بگذار او به صلیب میخکوب کرده شود. پیلاطس دید که دیگر هیچ چاره ندارد. در عکس حال شورش سر شدنش ممکن بود. او در پیش نظر تمام مردم آب گرفته دستانش را شسته گفت: من خون او را به گردن نمی گیرم، این کار خودتان. تمام مردم جواب دادند: خون او به گردن ما و فرزندانمان است. بنابراین پیلاطس برایشان بارابا را آزاد کرد و عیسی را به دست سربازان سپارید تا که او را قمچین کاری نموده به صلیب میخکوب کنند.